طرز استفاده بردن فونکسیای پیستر در اکسل. فونکسیای پیستر برای از کدام رمز تا کدام رمز نشان دادن رو استفاده برده می شود. مثلا می نویسیم برابر پیستر تکمچه تب رو زیر میکنیم، حجره رو انتخاب میکنیم، نقطه ویرگول. در بعضی کامپیوترها ویرگول استفاده برده می شود. بعد از کدام رمز 3 تا کدام رمز تا 7. بعد قوس رو میپوشیم، انتر رو زیر میکنیم، یعنی 1 2 3 از سیوم رمز یعنی از 7 تا 7 یعنی تا 5 نشان میدهد. بعد فونکسیون رو تا پایان کپی و استفاده میکنیم. تمام.